اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مهر حق مسلم هر زن است. مهر قیمت یک زن نیست، یک هدیه ارزشمند الهی است برای زن که از طرف الله تبارک و تعالی انتخاب شد. و حکمت این مهر است که مرد زمانی که مهر را میپردازد برای خانمش تقریبا احساس مسئولیت میکند. ممکن ارزشی بالاتر انتخاب میشه پیشش، فردا نمیخواهد به زودی او را از دست بده، در برابرش بیشتر تلاش و کوشش میکند. به هر حال مهر حق خود خانم هاست، هیچ کسی حق نداره. قرآن میگه فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكُلُوهُ هنیئا مَرِیئا. اگر بخشید برای شما خود زن، دختر اگر مهرشه، یعنی به این معنا که صلاحیت داره برای پدرش میبخشه، برای مادرش میبخشه، برای همسرش میبخشه، برای شوهرش میبخشه، برای هر کسی که مهر میبخشه، اگر بخشش کرد برای شما، شما حق دارید از او استفاده کنید. و الا در غیر بخشش کسی حق نداره مهر زن تصرف کنه، بلکه مهر از جمله حقوق مادی زن است که باید کاملا برای خود خانم تسلیم داده بشه. ولی متاسفانه در جامعه ما امروز بسیار کسا میشنوید که میگن، با این الفاظ میگن مهر را کی داده کی گرفته، در حالی که مهر حق زن است، باید بدهید. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این نکته را دقت کنید، اگر زن مهرش بخشش نکرده، میگه کسی که مهر زن را نمیده گویا با او زنا میکند. یعنی بدون از که اگر او به شما قصد دادن ندارید، با چل و فریب و نیرنگ میخواهید از قضیه تیر بشوید و از زنت بخشش نمیخواهی که مهرش رو برات بخشش بکنه، اگر توان دادنش نداری، اگر توان دادن داری حیله‌گری میکنی نمیخوای بپردازی، این حق زن است، باید مهرش را بپردازی. و همچنین سوال برادر عزیز ما بود که آیا ازدواج اجباری یا اختیاری؟ فکر کنم همین بود سوالش. در قضیه ازدواج هیچ کسی حق اجبار نداره. ازدواج 100% یک قضیه اختیاری است. اختیاری به این معنا، نه پدر حق داره به سر تحمیل بکنه، نه مادر حق داره. یکی خودی ازدواج کردن است، یکی انتخاب. بس اشاره طرف انتخاب است. خیلی از مادران و پدران امروز از صلاحیتشون استفاده میکنه، برای پسر و دخترشون میگه اگر نمیجی خوش است خوبت که نیستی، هیچ دیگه برای زن نمیدی. مادر طرف اقوام خودش میزنه، پدر طرف اقوام خودش تلاش میکنه. در حالی که اسلام میگه حداقل رضایت، انتخاب، رویت، اینها از جمله قضایای مهم نکاح است. باید پسر راضی باشه، دختر راضی باشه. یا یک طرف دیگه بعضی از پسرها ظلم میکنن، میگه خب ما که راضی هستیم، خب شما راضی هستید جناب عالی، ممکن دختر راضی نباشه. یا دختر میگه ما با فلانی ازدواج میکنیم، خب ممکن شما راضی باشید پسر راضی نباشه. به اون لحاظ اسلام میگه رضایت جانبین، انتخاب جانبین، رویت جانبین، این قضیه باید مد نظر داشته باشید. بنابراین ازدواج قضیه اختیاری است، نه اجباری. هیچ کسی حق نداره به سر کسی تحمیل بکنه این قضیه را. حتی ما نمونه هم دادیم در برنامه گذشته که یک دختر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و شکایت کرد با همراه پدرش که یا رسول الله پدرم میخواد مرا به زور وقت نکاح برادرزادش در بیاوره. اسلام در این مورد چی میگه؟ اگر شما امر میکنید، الله امر کرده که امر الله و رسول روی چشمانم. و الا اگر در اینجا مصلحتی است، اختیار است، صلاحیت است برایم، من نمیخوام با او ازدواج بکنم، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن حق با تو است. اگر میخوای ازدواج بکنی، نمیخوای، پدر این حق نداره که اجبار بکنه سرت. بنابراین ازدواج در اسلام یک قضیه اختیاری است، هیچ کسی حق صلاحیت اجبار و تحمیلش را ندارد. موفق باشید.